این پاکونگای خیلی قشنگه از آمازون خریدم. ولی ما اینجوری نیستم. ما کسی که 2 بار سراغ من رو بگیره دفعه سوم سراغش رو میگیرم و اگه کسی 2 بار سراغش رو بگیرم دفعه سوم سراغ من رو نگیره برای من تمام شده هستم. و به میزانی که من رو دوست داشتن و ما اونا رو دوست داشتم طبقه بندی شدن. حالا دوم ست و ببینید چه خوشگله. چه 2 تا ساعت هم گرفتم. یکی برای دایی من، یکی برای داداش من. بالاخره موفق شدیم که به سمت فرودگاه حرکت کنیم. برام تصمیم گرفتم 3 ساعت زودتر برم. ایران چمدون ما گم شد و هم دیگه منتظریم که پرواز بیاد و بریم. سلام دوستای عزیز، به یک ویدیو دیگه از کانال فاطمه احمدی خیلی خوش آمدید. همونجور که میبینید میخوایم با هم دیگه بریم سفر. کجا؟ تا آخر ویدیو همراه باشین. ولی خب از سوغادی ها احتمالاً بفهمین که کجا مارم. و اینکه چند تا سوغاتی گرفتم، اونا رو با هم دیگه جمع میکنیم و اینکه چی چیزایی خریدم شما میبینین و بریم دیگه با هم دیگه جمع کنیم. چند تا چیز خریدم، بیشتر وسایل آرایش و بهداشتی خریدم و چند تا دست لباس. بریم با من همراه باشین ببینین چه سوغاتیایی خریدم. دوستای عزیز بریم که اینا رو همه رو بسته بندی کنیم. ما این پاکونگای خیلی قشنگه از آمازون خریدم به صورت آنلاین، شما میتونین بخرید و داخلش میخوام داخلش وسایل آرایش رو بذارم. یک پاپیون بزنم که حالت هدیه شونه. امیدوارم که بقیه هم دوست داشته باشن، خوششان بیاید. و البته چند تا از این کیفام خریدم دیگه، میتونیم داخلش بذارم همینجوری حالتی که آماده بهشان بدم، چون که هر لوازم آرایشی لازم داره دیگه. از اینا دیگه بریم بسته بندی کنیم. چند تا چیز دارم، مثلا تنوع خریدای زیاده. از اونجایی که تنوع زیاد هستن به خاطر همین یه هایی ریختم که قشنگ چیز شونه بیدنم که چند تا چیز دارم و همه‌اش رو با هم دیگه داخل یک پاکون بذارم. مثلا چیزایی که خریدم بهتون میگم. بیشتر ماسک صورت گرفتم. این کرم که برای حمام هستن. بعد دیگه کرم ماسک دور چشم گرفتم، البته این رنگ موها برای خود من. دیگه دستمال تمیز کننده آرایش گرفتم. ضد آفتاب گرفتم که ضد آفتابش هم حتی رنگم داره. البته اینا رو بسته بندی میکنم، بعد برای شما میذارم. دوباره بسته بندی میکنم، دانه دانه برای شما میذارم. ما همونجوری که میبینید اینا رو بسته بندی کردم. هر کدوم من میخوام یک کوچولو، یک پاپیون کوچولو هم رویش بزنم و دیگه آماده که بره داخل چمدان. و اینکه یک چیزی رو می‌خواستم بگم، اینکه ما طبق یعنی همه‌اش شبیه هم دیگه نیستن. میدونید چی میگم؟ برعکس بقیه هم که موقع سوغاتی خریدن میگن ما برای همه شبیه هم دیگه خریدن، نه اصلا اینجوری نیستن. این قهوه‌ای مال افراد خاص هستن. ما طبق شرایط همه رو بسته بندی کردیم. مثلا خیلی بودن دم همیشه با ما در تماس بوده، با اینکه اصلا هیچ کس من نموشه، فقط در حدی که با هم دوست هستیم با ما در تماس بوده و ما واقعا از ته دل خو مرم دهش اون چیزی که در توان من هستم میخرم و با کمال میل دهش هدیه میدم.
مثلا الان بوده اتفاقا داشتم بسته بندی میکردم، اگه توی ویدیو دیدهشونه ما یه خورده رفتیم توی فیک، چون که الان دوست داشتم یک عزیزی بود برای من الان دیگه نیستم، خیلی دوست داشتم برای از او یک چیزایی رو آماده کنم، ولی وقتی نشستم فکر کردم دیدم که خب چرا ما اصرار در بودن بکنم وقتی برای از او اصلا نیستم. وقتی آدم ها مهاجرت میکنن خب دل نازک‌تر میشن. میدونید چرا؟ چون که ماها اونجا از خانه، از او کوچه، از او فامیل دور شدیم. خب و به خاطر همین خیلی خوب هستن که اونهایی که مهاجرت میکنن دلشان هواشو رو داشته باشین، حتی یک زنگ، حتی یک تماس، یک پیام. خب این روی روحیه‌اش خیلی تاثیر میذاره، مخصوصا کسایی که مثل از من خیلی دلنازکن و به این چیزا اهمیت میدن. خیلی هم هست اصلا براشون مهم نیست، مثلا بهشون میگیم از فلانی چه خبر، میگن که خب کار دارن، زنگ نمیزنن یا فراموش شدیم و اینا و خودشان هر روز در حال تماس گرفتن با اون آدم ها هستن. ولی ما اینجوری نیستم. ما کسی که دو بار سراغ من رو بگیره دفعه سوم سراغش رو میگیرم و اگه کسی دو بار سراغش رو بگیرم دفعه سوم سراغ من نگیره برای من تمام شده هستن. توی کامنت ها بنویسین که برای شما اینجوری هستن یا نه. اینایی که این کادوهایی که میبینید شاید خنده‌دار باشه اگه اینجوری بگم، به اندازه تماس از اونا با از من و به میزانی که من رو دوست داشتن و ما اونا رو دوست داشتم طبقه بندی شدن. حالا از این لحاظ نمیگم که مثلا اون یکی کمتر بوده کمتر دوست داشته، منظورم اینه که یک چیز کوچولویه که همونجوری که به یاد من هستن به یادشان باشم و یک چیزی هست دلیه واقعا برای از من، از نظر از من دلیه. شاید مثلا خیلی بودن، حالا مثلا قیمت از اینا اونقدی زیاده یا کم فرق نمیکنه. مهم اینه که این یاده، اینه که ما دیاد چه هستم، اینه که برای من با ارزش بوده که ما به خاطر از این آدم وقت خورد گذاشتم، رفتم توی مغازه اینو خریدم و آوردم، دل من این برایش ارزش داشته باشه، نه اینکه نگاه کنه خب مثلا در مارک از چیز یک چیز این هستم و یک چیز دیگه هم این هست که همونجوری که گفتم فقط برای کسایی که میدن همونجوری که ما به یادشان بودیم اونا یاد نبودن. خیلی ها بودن که نزدیک هستن، خیلی نزدیکتر از اون چیزی که باید باشن، ولی دیگه او حس بین ما نیستن، دیگه او یاده نیست. حتی شاید آدم‌هایی باشه که شاید باور شما نشه، اگه بخوام اینجوری حساب کنیم شاید 7 سال هست که با اینکه خیلی از لحاظ قومی و فامیلی شاید من نزدیک بشن ولی هیچ تماسی ازشون ندارم، هیچ وقت هیچ خبری ازشون دم نرسیده یا اونا احوالی از من نگرفته. شاید بگیم که خب تو دهشان زنگ میزنن، ولی این قضیه از جای شروع شد که ما مهاجرت کردیم، ما اومدیم اینور و همونجوری که گفتم کسی که از یک خانه موره تو باید سراغش رو بگیری، نه اینکه اون کسی که رفته سراغ کسی که مانده رو بگیره، چون که مانده جایش امنه دیگه، اونجا هست. خب نمیگم که یک طرفه باشه، بازم باید دو طرفه باشه، ولی امیدوارم منظورم رو متوجه شده باشین. و اینکه غیر از اون خیلی هم هست فامیل من نیستن، از خون من نیستن، ولی همیشه سراغ من گرفتن، همیشه در هر جایی حواس شدم بوده، دلتنگی شدم، زنگ زدم گفتم ما امروز دلتنگم و او واقعا وقت گذاشته برای من، همیشه بوده برای من. مثلا یکی از دوستای من هستن، یعنی مثل خواهر برای من مومنه، چون که در یک جاهایی به درد نخورده، یک جاهایی حواس شدم بودن که واقعا از یک کسی که روان پزشک بیشتر برای من اهمیت داشتم. مثلا جایی بوده شما میدونید دیگه بعد از زایمان آدم خب خیلی بعضیا خیلی افسردگی میگیرن، خیلی حالشو خوب نیستن. برای از من اینجوری بود، مخصوصا که دوران کرونا بود و تنها دلخوشی من همین آدم بود که دم زنگ بزنه، با من صحبت کنه، حال من رو بپرسه. ولی میگم عزیزترین کسایی من بودن، حتی دم یک تبریک ساده به خاطر تولد پسرم نگفتن. الان پسرم داره 5 ساله میشه. دیگه خودتون تصور کنید که ما بخوام برای آدمی که حتی برای یک تبریک ساده تولد پسر مدام پیام یا زنگ نزدن باشه، فامیل ما باشه، نزدیکترین کس ما باشه، خب ما بخوام برایش کادو ببرم، به قول خودمون خوش آمد پیش آمد بکنم، برای چی؟ ما ارزش کسی رو میدونم که ارزش ما رو بدونه، قدر ما رو بدونه. ساعت مدت نیارم، نخواستم این حرفا رو بزنم که مثلا یک چیزی که خیلی بزرگش کنم، فقط خواستم بهتون بگم که این چیزا واقعا دلی هستن. شاید مثلا البته خب ما شاید قیمت آنچنانی نداره، ولی واقعا در اهم از تای دل خب برای دوستای خوبم، برای فامیلای خوبم امیدوارم خوش بشه، امیدوارم که از اینکه یک یعنی برگ سبزی تحفه درویش و اینایی که واسه نشسته بود برای بچه‌ها چند کوچولو گرفتم، فقط شاوقی دیگه امیدوارم که جان شونه و شاولی گرفتم برایشون، چون لباس بچگانه به نظر اینجا یکم کیفیتش خیلی بهتره در نظر از من. خب ببینید بعد این دوتا خریدم ست و ببینید چه خوشگله، شاف کردم خریدم یک یادگاری دیگه از طرف از من و ببینید اینو برای دخترای برادر خود گرفتم. دو تا دختر داره، یک دخترش وقتی من نبودم در دنیا اومدن و یک دخترش رو دیدم الان. امیدوارم اندازه‌ش شده باشه چون که اندازه‌اش دقیق نمیدونم، ولی خب امیدوارم اندازه‌شی باشه. وای خدا چقدر خوشگله، عمه فدا، خیلی شیرینه. بچه‌های برادر خیلی شیرینه و اینا رو هم برای دخترای خاله خو گرفتم، یعنی نوه خاله مامشن. اونم تو ماه داره، دختراش خیلی باحاله، خیلی خوشگلن. ان شاءالله اینا رو که دادم بهشون باز براتون استوری میذارم ببینید. اونم دو تا دختر خوشگلن، ست گرفتم که با هم دیگه بپوشن دیگه. همین منتظرم که تجانش کنم و اونا رو طبقه بگیرم دیگه. همین دیگه. اینم عینک برای گل پسری گرفتم. اونجا تابستان دیگه، یعنی تابستان نیست، گرمه. خب همین بریم بچینیم تو چمدان، جا ندارم مرتب نمیشه دیگه. اینا رو میذارم داخلشی. یه دوست عزیزم کافه گرفتم چون اون سری که رفته بودم تو چرا برای من کافه نیاوردی، این دفعه دیگه براش میبرم. چند تا از این مدل کافه گرفتم براش. دیگه یکم شکلات برای بچه‌ها گرفتم.
دیگه چی درش بدم. چند تا شکلات هم میده. مثلا اینجا مثلا دعوت میشیم میبرم. دور هم میشه میخوریم. دیگه اینجا اینا مثلا دو تا دیگه هم بگیرم. بازم جا داد دیگه همین دیگه دو تا دیگه هم اینجا البته فکر کنم چیزام داشتم. اینم بگیرم. اینجوری برام بس کنم که تکان نخوره. چون شیشه‌ای نشه میاد. دیگه همین. اینجا میذارم چیزام جا کنم. اینم برای ایده گرفتن اگه خواستین. ما یک ضد آفتاب گذاشتم، ماسک گذاشتم، روژگونه و یک دونه چیز برای بعد از دوش گرفتم. کیلو کرم. دیگه اینجا یک کرم روز شب لورال گرفتم با ماسک. اینجا هم روغن مو، ماسک و کرم روی چشم. برای هر کس فرق دیگه. اینجا میوه آیم با ضد آفتاب. دیگه اینجا هم همینطور ضد آفتاب گذاشتم. و اینجا هم کرم روز شب گذاشتم با ویتامین C و ماسک. مثلا چیزایی گذاشتم که درد خورده. مثلا این کرم بچگان ضد آفتاب بچگانه گذاشتم. بعد برای مادرم گرفتم ماسک و روژ گذاشتم. دیگه همین. خب اینا رو می‌ذاریم داخل چمدان و این چمدان فقط چمدان سوغاتی هست دیگه. امیدوارم که همه‌شون جایشون. کاپشن برای شما دیگه اینا هم کوچولو بود. اون داخل از چین داد. اینجوری بهتره به نظر من. این خاصی هم کمتر می‌بینم. دیگه اینم لباسا. مثلا دیگه این دو تا ساعت هم گرفتم. یکی برای دایی من، یکی برای داداش من. البته آقای همسر گرفته برایشون سوغاتی. یک دونه دیگه هم برای برادر گرفته که اون هنوز نرسید. امیدوارم تو هست فردا برسه. اینا رو همینجوری بذارم. توی نه اینا توی چیز دیگه بذارم. بعد دیگه اینا هم شکلات‌ها. فکر می‌کنم این پر شد. با اینکه هیچی هم نخریدم. چیز آنچنانی که بگم خریدم هم نخریدم. ولی نگاه کنین پر شد دیگه. تازه لباس خود من لباس پسر من خیلی کار داریم. کفشارم از توی کارتون در آوردم. توی ازینا گذاشتم. چون که میگن این کارتون نباشه بهتره. دیگه این از این. دیگه خودی سفارشی. نمیذاریم اینجا. دیگه تمام. برای آرزوی سفر خوبی داشته باشید. امیدوارم که اذیت نشونم با بچه. آفرین. بوس کردی؟ حالا برو زیرشی؟ آفرین. برو. آی ماشاءالله. پسر قشنگ من. چی دنی؟ لوسکت. میخوای بری کجا؟ دانیال؟ فلو کافه. میخوای بری سوار چی شی؟ فلو کافه. سوار فلو کافه. خب دوستای عزیز، ما بالاخره موفق شدیم که به سمت فرودگاه حرکت کنیم بعد از اینکه خیلی وسایل داشتم و نمیدونستم چه جوری باید توی چمدانا جا کنم. امروز هوا خیلی عالیه، به خاطر همین گفتیم یکم زودتر بریم شاید ترافیک بشه، ولی خب خدا رو شکر ترافیک نبود و از جای از ما تا فرودگاه هم زیاد راه نیستم. اما ما چون بچه کوچیک دارم تصمیم گرفتم 3 ساعت زودتر برم با خیال راحت و همین که دوست عزیز من نجمه جانم اونجا جلوی فرودگاه منتظر از من هسته، با هم دیگه قراره این سفر بریم و خیلی خیلی خوشحالم که یک همسفری خوب دارم. بیاین با ما همراه باشین. همونجوری هم که میبینین اینجا ورودی فرودگاه هستم. ما دیگه داخل پارکینگ نموریم چون دوست عزیز من نجمه جان در فرودگاه منتظره. میدانم که این سفر قرار خیلی پرچالش باشه چون که تقریبا نزدیک 3 ماه در ایران هستم و همچنین پرچالش تر هست چون که ما با پسر خود تنها هستم و پسر من خیلی شیطان و شوخ هسته و این باعث شده که ما یکم ترس داشته باشم. اما اگه بخوام این سفر رو کنسل کنم یا بذارم برای وقتی که بچه ها بزرگ شونه، به نظر من دیگه نه حوصله‌اش میمونه و نه اینکه قوت از این آدم داره که بخوای یک همچین سفر رایی را بره. از یک لحاظ هم یک فرصتی هست که توی عروسی بهترین کسای زندگی خوب باشم، به خاطر همین خیلی خوشحالم.
و همچنین از شما تشکر میکنم که ویدیوهای مرا لایک میکنین، کامنت میذارین و برای دوستان خود میفرستین تا جمع ما بزرگتر شونه. با ما همراه باشید. خب جیگر ما بیا پایین. نمی؟ بچه نگاه کنین دیگه، فکر کنین ما چند تا چمدون دارم که بازی رنجره مرا آورده اینجا پیاده مونه توی فولو کافه. 4 تا چمدون دارم، نمیدونم چجوری خوب برام آوردن. دیگه همه در حال انگار ما اساس کشی کردیم، همینجوری آمدیم. مردم دودن نگاه کوچولو. لیلی بازی میکنی چیگر؟ لیلی بازی میکنی؟ ست مادر پسری رو داریم یا بیشتر توضیح بدم؟ بین ور که بابا میخواد بره. بای بای کردی؟ دارم پولینا کارت بزنیم فکر کنم. نوشته سوای اویوگو. فکر کنم باید کارت بزنیم. واقعا؟ آره. هم در خوابا بابا. من بچه هر که اومد باید کارت بکشه اینجا. من فکر کردم با پولم میشه خرید. باشه قابل شمار نداره. دست من بوده. وقتی جگر نگید با قول خالت خواهی میگم ما تون باید برم یک جایی رفتم دیگه. غریب نجمه جان همون ساکماکای مرا گرفته، ما از اینجا دیگه موریم. خب خدا رو شکر نجمه با همون بود. او مای ویلکومن این ترکیش ایر. او مای گاد میگم یک ساعت فقط تو صف باریم. اینا کجا مورا ترکای؟ میگم اینا کجا مورا ترکای؟ همینجا استش دوباره فکر کن. آره بپرسیم بهتره چون که یک وایسیم. خوب شد پرسیدیم چون که یک جای دیگه بود و اون صفی که ما فکر میکردیم این صفش اصلا نبود. به خاطر همین خوشحالم که 2-3 ساعت زودتر از پرواز آمدم و الان موریم اون جایی که اصلی هسته، گیت اصلی رو پیدا میکنیم و اینجا هم تو صف بار هستیم. و چند تا نکته راجع به پرواز میخواستم بهتون بگم. اینه که چمدونای خود رو حتما نشانی کنید، حتما دورش پلاستیک بپیچید و از قبل از اینکه وارد باربری بذارین ازشون عکس بگیرین، چون که اگه گم شونه ازتون مدل چمدان و اینکه چه شکلی هسته را موگه. مثلا ما خود من اون چمدانایی که نام بود و فکر میکردم خراب میشه را دورش را با پلاستیک گرفتم پیچوندم و یک نوار نارنجی هم برایش استفاده کردم که یه وقتی گم نشه. که اتفاقا توی فرودگاه ایران چمدون ما گم شد و خیلی خوب بود که ما از چمدون خود عکس گرفته بودم و او را نشانی کرده بودم. خانه پیسری خانه اینجی یه هوی پای خور بزار جلو بعد بر اون بر باشد ببین. ماشاءالله اوی پیسری ماشاءالله. ببین بازارش چی داره. ما اون پایین بودیم اومدیم فروشگاه. کلا نه قانونی دیگه 8 کیلو 16 گرم. پالتو بذاریم میشه 9 کیلو. دیدی 9 کیلو 10 کیلو شد دقیقاً. چه دیگه بریم. خب شد اونجا نکشید ما را. واسه حق داشتم گفتم.
همونجور که دیدین ما چمدونای کوچیک خورم وزن کردیم. البته خب اونجا موقعی که تحویل بار معمولا اونا رو وزن میکنن، ولی خب چون شلوغ بود برای از ما رو وزن نکرد. معمولا شما هر نفری 8 کیلو اجازه دارین که با خود خب وارد هواپیما کنید، که هم 8 کیلو تقریبا از نجم جان شد و 8 کیلو هم از من، و اینجا هم دیگه منتظریم که پرواز بیاد و بریم. داریم میریم سوار شیم. گیت دوم. بیا دنی. مگه هیچی نداره. اونا ما رو داخل از او انباری گگن دانیال. ما رو داخل از او انباری. آره ما چیز داریم اونجا. نگاه تو هم باید بری اینجوری دستخور رو باز کنی. نگاه کن. نجمه رو دیگه کفشش پاشنه بلند بود. تاودت بود کفش رو خود در بیار. بریم این بریم یا نه. خب گیت دوم هم رد کردیم. میریم سراغ گیت سوم که پاسام کنترل بشه دیگه پرواز. امیدوارم توی فرودگاه استانبول اذیت نشیم. دیگه پاسام کنترل کنیم. بریم. بیدنی دانیال. آزادی گریه دستاتو میخوام. ما دیگه از اون مرحله رد شدیم. خب باید اجازه پدر باشن. نیست اینجوری. چرا؟ اجازه پدر الان شانس آوردیم گیر نداریم. آره. ولی خب شاید هم به خاطر از این پاسا گیر نداد. معمولا مثلا ما سری اول دختر خور برده بودیم یک خط باید داشته باشم رفا که ما اجازه پولا بیده صدقه 2 تا 50 تومانی پیدا کردم. یورو هم انداختن. یورو هم انداختن. چه باحال. صندوق صدقه بین المللی. کانادا، ایران، ریال واحد مال عربستانه. همه جا. بریم. نه نوتلا. اومدیم فروشگاه یکم بگردیم. دانیال آفرین دیگه. یکم عطر بزن. آن زود عمل بزن. اینی میره مخواستم بخرم. آره. نه بالاییشه. البته اینا همش فکر کنم یکیه نه؟ آره اینی میره مخواستم. به چرا روش طرف خود نبود. چه دم عطر بزن خود خودی؟ به نه اون کاغذا بزن نجمه بذاریم داخل لباس خود. بو میگیرم. بچه‌ها تکنیکایی که بهتون یاد میدیم. بگیریم جمله لباست. آره. تکنیک بهتون یاد میدیم از فرود. قشنگ لباس بگید لباس خوابه. زیاد میزن بابا. فرودگاه دیگه. چند نوشته؟ چند داده؟ 110 یورو. 110 یورو. بیا اینم بذار داخل پالتو یا داخل چی؟ پالتو چی؟ همونجا بذار. آره. خب ما اصلا رمضان نخریدم چون میدن این نوتلا شیشه ای از امینا گرفت. دیگه بریم دیگه. خب دوستان عزیز بازم میان فرودگاه عطر بخریم یا نه؟ 29 یورو. او چیزی کجا؟ اینجا نیه کوکو چنل؟ میخوام رو ببینم قیمت چنده اینجا. اه؟ ما 35 گرفتم. 35 گرفتیم. 50 100 100 میلیش 159. هیچ دیگه. چقدر این انسیوها خوشگلن. چرا بشه؟ همه چی ممکن شده اینم بشه. اینا این تستر فکر کنم. نه نیست. ما که دارم باشه. اینی رنگ قشنگ‌تره. نه اون بریم. خیلی جگریه. خوبه.
یه کافه بخریم بعد بریم سوار هواپیما بشیم. کافه از 6 یورو شروع میشه قیمتش دیگه. ولی خب ما که هر روز فرودگاه کافه نمیخوریم که یه دونه میزنیم دیگه. bestellen? Vier denn? Kannst du fliegen? Auch du gerne. Piran podrus mama جان. Dankeschön. نان خالی میخوای بخور؟ نه شکر میخوای؟ نه شکر نمیخوام هیچ نمیخوای. نیم دیگه؟ این مالاره. تو فقط ما هم میزنیم چه شیشه با چیز چیه؟ کاغا چی نگن دست؟ آفرین بیا ای داغره کچ بله دانیا یک یازده و 5 دقیقه آره. و ساعت چند داره؟ ساعت 20 ساعت 3 و 10 هواپیمای بعدی. یعنی دیگه ما باید به خاطر از این موضوع خالص کنیم چون که این 3 نصف شب خوابه سبو کنو باید فقط همین صندلی میدن میدن چیزا بذاریم بخوابم چند بار بذاریم بخوابم ولی مثلا برای خود چه بار بالا May I have your attention please for the flight TK1594. In a few minutes we're going to start with the boarding with the flight TK1594. Passenger, they have small children with a stroller. They can please proceed and contact the gate personnel. Passenger in the business class can proceed on the left side. Passenger in the economy class on the right side. We're going to start the passenger from the seat row 17 to 34. Thank you for your attention. برو دنی خوش دیگه هیچی گرم خدا خب مامان فدایشونه همینجا بایستم. اوه این صفی فامیلیش اینقدر تیر و دراز بوده. دیگه داریم میریم داخل هواپیما. نه یکس کام فلوکسوی دانیال انقدر ذوق داره که دفعه اول چیه بخوای هواپیما سوار شونه. الان میخوایم بریم داخل. از اون پله گذاشته باید
و بالاخره بعد 2-3 ساعت انتظار ما داخل هواپیما شدیم و تونستیم که جامون رو پیدا کنیم و بشینیم و منتظر این که هواپیما پرواز کنه باشیم. تا اینجا گل پسر خیلی خوب بود، همه چیز اوکی بود. یه خورده شلوغ کرد، یه خورده حواسش این ور اون ور بود، ولی خب بازم خدا رو شکر دوست عزیزم نجمه جانم همراهم بود و تونستیم از پسش بر بیاییم. اما متاسفانه چون داخل هواپیما خیلی سرد شد شب، پسرم تب کرد و من هیچ تبر و شیافی همراهم نبود. به خاطر همین به شما توصیه میکنم که اگه نمیدونم اجازه هست یا نه، ولی حتما سعی کنید یه شیاف یا تبر اگه بچه کوچیک دارین حتما همیشه همراهتون باشه. و اینکه چون ما ترانزیت داریم و تقریبا 4-5 ساعت توی ترکیه باید میموندیم استانبول، برای من خیلی ناراحت کننده بود، چون نمیتونستم سری بچه‌مو به دکتر ببرم یا سری بتونم یه دونه تبر یا شیاف چیزی پیدا کنم. اما باز خدا رو شکر توی فرودگاه استانبول حالش یکم بهتر شد، ولی اونجام چالش‌های خودشو داشت. لطفاً ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای بعدی ما از استانبول ترکیه باش. فعلا خدا نگهدار.